این که آدم بشناسه به نحوی که منشأ اثر در رفتارش باشه، یا بفرمایید غیر از شناختی باشه که موجب ایمان است، موجب بالا رفتن مرتبه ایمانه. این مهمه. خب حالا مثلا به عنوان یه مثال خیلی ساده که همه ما معتقدیم، حتی از بچه‌هایی هم که مدرسه میرن بپرسید که خدا کجا هست، میگن خدا همه جا هست. نمیگن؟ خب اما این چه اندازه در رفتار ما اثر داره؟ یعنی واقعا ما خدا رو همه جا حاضر میدونیم؟ چطور کارهایی انجام میدیم که ما جلوی یه بچه انجام نمیدیم؟ اگه خدا رو حاضر میدونیم چجور از خدا خجالت نمیکشیم؟ چجور ایمانی، چجور معرفتی است؟ لفظاً میگیم خدا همه جا هست، اما یه اعتقادی نیست که در رفتار ما اثر بگذاره، در ساختن شخصیت ما اثر بگذاره. یه معرفتی باید باشه که باورمون بشه و در رفتارمون اثر بگذاره.